بفرمایید. الو سلام. بفرمایید. خسته نباشید. آقای اجدی شما روی خط هستیم، بفرمایید. خسته نباشید. من در رابطه همین سبد می‌خواستم صحبت کنم. بفرمایید. آقا ما امروز صبح با موتور تو این سرما، هنوز تاریک بود هوا، رفتیم که این سبد بگیریم. رفتیم دیدیم صف، آقا صف که نگو، یک چیز طولانی و درازی بود. ما تو این صف زور شدیش خبر نشد. ما پتو و خورجین و موتور همه مردم دور خودشان گرفته بودن که به امید این سبد. ما بعد چندین ساعت آقای اجدادی شما واجد شرایط بودین دیگه، یعنی شما میتونستین این سبد رو بگیرین؟ آره من واجد شرایط بودم. این همه صف ایستادیم. بعد از ظهر دیگه غروب شد، نوبت من شد، رفتیم اون تو چند تا پلاستیک 15 تا پلاستیک توش اجناس گذاشتن به من دادن. میگم پس سبد کو؟ میگن نه آقا همین که هست. میگم آقا من به امید سبد اومدم، این پشت موتورم ببندم این وری ور بریم با بچه‌م. من اینا همه رو ریختم اونجا اومدم، نه سبد هیچی در جریان نبود. همه رو ما رو کلاه گذاشته بودن. ما این همه ساعت رفتم از کار و زندگی زدم، سبدی در کار نبود آقا. ما مردم رو فریب دادن. من این همه مدت رفتم 7 تا پنیر و برنج اونا دادم، من همه رو ریختم. گفتم من سبد برام مهمه، به خاطر سبد پاشم تا اینجا. آقای اجدادی من منظور شما رو از سبد متوجه نشدم. منظور سبد یک اصطلاح در واقع مدیریتی اقتصادیه که منظور اینه که برنج، روغن، در واقع تخم مرغ و پنیر رو در قالب یک سبد حمایتی ارائه میکنن. حالا منظوری نیست که حتما الزاما همه اینا رو در یک سبد قرار بدم به شما بدن. حالا من سوالم اینه آیا برنج، روغن، تخم مرغ و پنیر به شما داده بودن شما نگرفتین، یا اینکه نداده بودن اصلا کم بود؟ ما دادم، ولی خب اینا به من توضیح نداده بودن که سبد، ما به خاطر سبد رفته بودم اونجا، ولی اینا تو پلاستیک ما دادن. خیلی متشکرم آقای اجدادی از اینکه بله ممنون. فرهاد از خرم‌آباد از طریق اسکایپ با ماست. سلام، من خودم بچه لرستانم. راستش این دوست عزیزی که تماس گرفت، این سبد تو منطقه ما هم همین چیزی که ایشون میگم هم میفهمیم. یعنی باید در اصل سبدی باشه که کالا داخلش باشه و بقیه بتونن از اون سبدش هم استفاده کنن. اما حالا علتش چی است که این سبد رو احتمالاً این مغازه‌دارا یا فروشگاه برای خودشون برمی‌دارن؟ فرهاد من ممنونم که اومدین شما روی خط. من در برای آقای اجدادی هم توضیح دادم که در واقع سبد یک اصطلاح اقتصادیه که شامل شدن یک سری کالا رو در کنار هم در واقع در بر میگیره. منظور از سبد ارجاع به